امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین در حاشیه نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر آستانه واخوری کردند. این گونه ملاقات‌ها با چین واکنش‌های جدی را به وجود آورد. همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان با چین روز به روز مستحکم‌تر می‌شوند. سهم چین در گردش سودای خارجی کشور بیشتر از 20% است. در تاجیکستان بیشتر از 700 شرکت با پول و سرمایه چین کار می‌کنند و کشور تاجیکستان از چین بیش از 820 میلیون دلار قرضدار است. این مقدار قرض کلان می‌تواند برای تاجیکستان خطرناک باشد. تاجیکستان قرض‌های کلان از چین گرفته ولی توان پرداخت آنها را ندارد. اگر نتواند قرض را برگرداند شاید مجبور شود که زمین‌های دولتی و حتی ذخیره‌های طبیعیش را به چین بدهد، زیرا این گونه حالت تقریبا در سال 2010 رخ داده است. در این دوره حکومت تاجیکستان قسم زمین‌های کشاورزی را که در ولایت ختلان و منطقه‌های نزدیک به مرز چین جایگیرند از جمله ناحیه‌های پنج و قبادیان به جانب چین داد. این زمین‌ها به شرکت‌های چینی به مدت از 50 سال زیاد اجاره داده شدند. Крайняя точка на таджикско-китайской границе, вот там уже за горами находится территория Китая. Ранее эта земля принадлежала Таджикистану, но в прошлом году Душанбе официально передал ее Пекину. سیاستشناسان میگویند که زیاد شدن تأثیر چین در تاجیکستان خطر کلان است. اگر این وضع ادامه یابد ممکن است تاجیکان هم مثل اویغورها در چین از جهت دین، فرهنگ، آزادی سیاسی و اجتماعی تحت ظلم و شکنجه چین قرار گیرند. اویغورها یک خلق ترک زبانند که در منطقه شینجان یا ترکستان شرقی واقع در جنوب و غربی چین که آن را اشغال کرده است زندگی میکنند. اکثر اویغورها مسلمان و سنی میباشند. چین ترکستان شرقی را که امروز با نام ولایت خودمختار شینجان اویغور چین شناخته می شود در سال 1949 اشغال کرد. طبق معلومات‌های صحیح و درست در عین زمان اویغورها در چین با محدودیت‌های سخت در آزادی دین و فرهنگ قرار دارند و حکومت چین میلیون‌ها مسلمانان اویغور را در کنسولگرها برای دیگر کردن فکر و عقیده‌شان مجبوری نگاه می‌دارد و شکنجه می‌کند. حتی فرزندان اویغور را از خردی به مکتب‌های مخصوص می‌برند تا که آنها را از دین اسلام و زبان اصلی‌شان دور کنند و به فرهنگ چینی مطابق سازند. И до вот уже в 12 часов ночи они меня повезли в концлагерь, это Бурунчи, называется это Санкан, третья тюрьма. Как меня завели туда в лагерь, в первую очередь они меня раздели догола, там были мужики, полицейские, женщины. Дали спецодежду, их своя. Девчонки молодые, их черный мешок одевали, обратно очень много не заходили, не возвращались. Даже девочка одна в одну точку вот так смотрела, и там камера, с камеры увидели, что она в одну точку. И ты, говорит, ты в одну точку долго сидела, смотрела, значит, ты молилась. Ее опять же в темную комнату закрыли. А с темной комнаты уже нормальные люди не выходят, оттуда уже сумасшедшие. خلاصه حکومت کمونیستی چین تلاش دارد که مردم اویغور را از دین اسلام دور سازد و به آنها امکان زندگی طبق اعتقادات اسلامی یا فرهنگ ملی خویش را نمی‌دهد. از همین سبب نفوذ چین در تاجیکستان خطر کلان است. اگر مردم تاجیکستان این را جدی نگیرند ممکن است در آینده مثل اویغورها زیر ظلم و شکنجه چین قرار گیرند. دین اسلامشان را برای آنها منع میکنند. زبان و فرهنگ ملی آسیب دیده احتمال نابود شوی وجود خواهد داشت.